چی شده؟ یه حرفا چی میزنی؟ همیشه خودتو فدای ما کردی که تو زندگی مشکل نداری حالا منم شدم یه بار با بر بابا کدومه دیوونه شدی باره؟ من هر کاری واسه تو میکنم وظیفه‌مه. نگو حالا میگه هر چی گرفتی بسته سعیدم داری مهمه واسه من مهمه. من میذارم خواهرم بدون جایزه باشه بره خونه بعد. تو خوشبخت بشی من خوشبختم. متوجه شدی؟ به مامانم گفتم باشه برو خریداتو بکن هر کم و کسی که داشتید به خودم بگید. باشه از این حرفای بچگونه نزن ناراحتم میکنی ها؟ باشه قربونه. خودت سعید رو داشته دست رو هم نکنی من بابا مامان از این حرفا نزن ناجوری نکنید. سلام بابا. سلام بابا سلام